سلام رفقای گل خودم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. یادتون نره همین اول کار اون دکمه لایک رو بزنید و اگه هنوز از اون نشدین حتما سابسکرایب کنید. امروز میخوام یه ماجرایی رو براتون تعریف کنم که هنوزم بعد از این همه مدت مو به تنم سیخ میکنه. همه چی از یه پنجشنبه عصر شروع شد. ساعت کاری تموم شده بود و من داشتم آخرین ایمیل ها رو جواب میدادم. تمام هفته رو مثل یه ربات کار کرده بودم. به مانیتور خیره شده بودم و تنها چیزی که میدیدم یه جاده سرسبز روی صفحه بود. یه نسیم خنک صورتم رو نوازش میکرد. این تصویر ذهنی اونقدر قوی بود که باید یه کاری میکردم. یه دفعه یه فکر مثل جرقه تو ذهنم روشن شد. شمال! آره! خودشه! بدون درنگ گوشی رو برداشتم و شماره محمد رو گرفتم. گفتم محمد پایه‌ای بریم شمال؟ یه سکوت شد. بعد با هیجان گفت فقط بگو کی حرکت کنیم. به محمد گفتم نیم ساعت دیگه میام دنبالت. وسایل ضروری رو جمع کن. کامپیوتر رو خاموش کردم و کیفم رو برداشتم. هوای دم کرده ای عصر تهران داشت خفام میکرد. اما میدونستم تا چند ساعت دیگه تو هوای خنک شمال نفس میکشم. وقتی رسیدم دم خونه محمد دیدم با یک کوله پشتی و یه لبخند گشاد منتظرم ایستاده. کولش رو انداخت عقب و پرید بالا. ماشین رو روشن کردم و زدیم به دل اتوبان. خورشید داشت کم کم غروب میکرد و آسمون یه رنگ نارنجی و بنفش خیلی قشنگ گرفته بود. یه موزیک پلی کردم و با صدای بلند شروع کردم به همخونی کردن. شیشه ها رو دادیم پایین و گذاشتیم باد بپیچه توی ماشین. انگار تمام مشکلات و دغدغه‌های تهران رو همونجا جا گذاشته بودیم. بعد از حدود 1-2 ساعت رانندگی کم کم وارد جاده چالوس شدیم. پیچ‌های تند و منظره فوق‌العاده‌ای کوه‌ها. هوا تاریک شده بود و فقط نور چراغ ماشین بود که مسیر رو برامون روشن می‌کرد. محمد یه فلاسک چای آماده کرده بود و هر چند دقیقه یه استکان چای داغ به هم میداد که خوابم نبره. اما هرچی جلوتر می رفتیم جاده خلوتتر و تاریکتر می شد و یه سکوت سنگین تو ماشین حاکم شده بود. درخت‌های کنار جاده تو تاریکی شکل‌های عجیب و غریبی به خودشون گرفته بودن. یه حس عجیبی به هم دست داد. یه جور دلشوره که نمیدونستم دلیلش چیه. سعی کردم بهش اهمیت ندم و تمرکزم رو بذارم روی رانندگی. به محمد نگاه کردم. اونم ساکت شده بود و به بیرون زل زده بود. چشمهام از خیره شدن به جاده تاریک میسوخت و بدنم کرخت شده بود. به محمد